انسان خلق کرد از برای این نه که دیگه تمام فعالیت خودش، تمام زندگی خودش صرف همین زندگی دنیوی کنه، فقط خوردن آشامیدن همین باشد، فقط بازی های سیاسی باشد، فقط در فکری بایگری و نفوذ باشد. استعیذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و حاضرین عزیز، عادتاً از جانب استاد وقتی که تأخیر واقع می شد، یک آگاهی می شد که باید که ما صحبت می کردیم با شما، از بس که ایشان ما را خبر نکردن، بنابراین آداب رعایت کردیم، خاموش نشستیم. اما دیده می شود که اکثریت کل حالا هم موقع مسجد نمی شناسند، حالا هم آداب مهمانی را نمی دانند. خصوصا ما و شما برادران عزیز وقتی که مهمان خانه پروردگار عالم هستیم باید که آداب مهمانی را رعایت کنیم. بارها تاکید کردیم که آیا هر وقت هر لحظه از برای ما و شما غنیمت است. خصوصا در شب بسیار بزرگ قرار داریم، شبی که طبق آیه صریح قرآن لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه این شب بهتر است. از 83 سال و 4 ماه ذکر، استغفار و توبه و ندامتی که بنده میکند ثوابش بیشتر است، افضلتر است. نه اینکه برابر است بلکه بهتر است. بنابراین این وقتی غنیمت از سبحان الله گفتن در کار، الحمدلله گفتن در کار، استغفار کردن در کار، یک تفکر کردن در کار. تفکر و ساعت خیر من عبادت الثقلین. در روایت ها آمده است که 1 ساعت فکری که انسان میکند از عبادت بسیار از ثواب و فضیلتش بیشتر است. تفکر کردن در چی حاضرین عزیز؟ تفکر کردن در این معنی که از کجا آمدیم، از کجا آمدیم، ما را کی پیدا کرد؟ پدر و مادر سبب پیدایش ما شدند. بله، پدر و مادر سبب پیدایش ما شدند، اما پدر و مادر ما را خلق نکردند، نه آفریدند. بسیار انسان‌های را می‌دانیم و فهمیدیم که چقدر تلاش هایی که دارند، چقدر دوادوی که پیش طبیب ها میکنند، اما صاحب فرزند نمیشوند. دنیا ما را خلق کرد. ماتریالیست ها همین هم میگفتن دنیا ما را پیدا کرده، با دنیا ما را. حق تعالی در همین پاره ای که الحال پاره اولینه که قاری قرائت میکند، همین آیه را به سمع ما و شما میرساند که آگاه باشید که من شما انسان ها را فقط برای عبادت کردن خلق کردم، برای خوردن آشامیدن نه. این خوردن و آشامیدن برای این است که در همین زندگی موقتی که در دنیا داریم همین زندگی را سپری کنیم و هلاک نشویم. به گفت امام غزالی خوردن و آشامیدن و دنیا را آباد کردن فقط به این معنی هست که یک مسافر زاد راحله دارد، یک مسافر در نقشه دارد که به فلان موضع باید که برسه، به فلان موضع که سعادت خودش در همون موضع می یابد. از بس که انسان به خوردن به توشه راه احتیاج دارد، همون مقدار توشه همراهش باید گیرد که در راه تشنه و گرسنه نماند. اما حضرت غزالی میگه بعضی ها فراموش کردن مقصد از آفرینش خود را، فراموش کردن، در فکر توشه شدن، همچنان در فکر توشه و در فکر شکم و در فکر آبادی دنیا شدن. فقط ساختمان قصرها، خانه ها، فقط آبادی دنیا، فقط جمع کردن پول و مال و ثروت، تا وقتی که خبردار شدن حضرت عزرائیل به سراغشان آمد، پشیمان شدن، پشیمانی دیگر سودی نکرد.
از کجا آمدیم، چی هدفهای داریم. هدف اساسی ما رضایت پروردگار را به دست آوردن. از همین جهت خدای تعالی ما را خلق کرد. این که میگن شکرانه این نکنید، شکممون سیر است، شکم سیر باشد همه می شود. نه، شکم سیر البته برای انسان ضرور است، اما معنویات هم باید که سیر باشد. اما انسان هم باید که از پروردگار خودش غافل نباشد. کجا می رویم، از کجا آمدیم، چی هدفهای داریم و به کجا می رویم. سوالی سوم، به کجا می رویم؟ خوب، کسی در دنیا پیدا شد که بیشتر از 1000 سال عمر بینه. حضرت نوح علیه السلام در میان قومش 950 سال دعوت کرد، از دنیا گذشت. دیگر پادشاه ها و ظالم ها و ابرقدرت هایی که پیدا شدند از دنیا گذشتند. دیگر دولت های ابرقدرتی که جهان در قبضه قدرت خود نگه داشتند، اینا هم پراکنده شدند، در باد تاریخ رفتند. یعنی که انسان مرنده است، بلکه انسان پس از مردن بازگشتی به سوی پروردگاری خودش دارد. استعیذ بالله، هو یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الینا ترجعون. حق تعالی میفرماید ما هستیم همون ذاتی که شما را خلق کردیم. پروردگار بود که ما و شما را آفرید. سپس میگه با شما را میمیرانیم، باز میمیریم، اجل ما که رسید میمیریم، باز باری دیگر میگه شما را زنده میکنیم و بازگشتی به سوی ما دارید. بنابراین یک اندیشه در این مسئله نمیکنی. خوب اگه سبحان الله نگفتی، الحمدلله نگفتی، استغفار نکردی، سراپا در گناه غوطیدگی هستی، اینم کی نکردی، این ساعت غنیمت ندانستی، یک لحظه همون سرت فرود بیار، یک اندیشه ای کن 11 ماه چیکار کردم. بزرگای خدا هر شب از خود حسابات میدادن. این شب از خواب خستم چیکار کردم، نماز بامداد خواندم، سپس چی فایده من به خلق رسید، چی توشه پیش از خود به قیامت فرستادم، همینا را اندیشه میکردم، بعدا آن چیکار کردم. هر شب از خود حسابات میدادن، هر شب خود را ریویزیا میکردن. اکنون که ما در یک سال اکثریت مردم ما 1 ماه نماز خوان میشوند و همونم در یک شب زنده داری میکنن، اقلا در یک شب شما هم اعمال زندگی خودتون ریویزیا کنی. این شب بزرگترین شب است. طبق اکثر روایاتی که از بزرگان خدا، از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، این شب شب نزول رحمت است. این شب فرود آمدن ملائکه ها هست با سروری حضرت جبرائیل امین، پیک وحی که فوج ملائکه ها بر روی زمین فرود می آیند و به هر خانه گذر می کنند و به اهل همون خاندان در خانه نشسته باشند و به اهل مسجد اگر در مسجد شب زنده داری کرده باشند سلام عرض میکنن. استعیذ بالله، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. خداوند متعال میفرماید که در این شب ملائکه ها فرود می آیند و روح فرود می آید. روح یک ملائکه مخصوص پروردگار است، یا شاید که مراد از روح حضرت جبرائیل امین باشد. فرود می آیند و سلام میکنند. السلام علیکم یا عباد الله. ما و شما را سلام میکنند، ما خبر نداریم. و نشانه این که ملائکه ها به ما سلام کردند، بزرگای خدا گفتن همین است که یک رقت و یک ملایمی در دل انسان پیدا می شود. البته هر انسان در وقت عبادت کردن یک نرمی در دلت حس میکنی، یک لحظه آبهای چشمت خارج می شود یا نزدیک به خارج شدن است. همون لحظه هست که ملائکه های خدا به ما و شما سلام عرض میکنند. با کیها این سلام داده نمی شود؟ کیها از این رحمت پروردگار محروم هستند؟ خاندانی که در اون خانه شراب باشد، اهل اون خاندان عرقخور عرق نوش باشد، در خاندانی که در اوج صورت هیکل و صلیب آویخته شدگی باشد،
در خاندانی که در اوجا بوت باشد، در خاندانی که اهل اون خاندان بینماز باشند، از خدا دور باشند، اون خاندان از رحمت پروردگار، از دعای ملائک، از سلام ملائک محروم هستند. بنابراین این شب غنیمت دانستن در کار. لیلة القدر خیر من الف شهر که باشد، بهتر از 1000 ماه که باشد. ذکر کردن در کار، تسبیح گردانیدن در کار، قرآن خواندن در کار. انشاءالله خدا خواسته باشد به مانند سالهای گذشته 4 پاره قرآن ما میگذرانیم انشاءالله. در میان هر ترویحه امر معروف کرده می شود، صحبت انجام داده می شود. شاید که تخمین ساعتهای 2 باشد یا از 2 اندک بگذره، نماز خود را به انجام می رسانیم انشاءالله. نسبت سالهای گذشته مردم خیلی چشماشون کشاده شد، مردم حقیقت شناختن. یک زمانی در خاطر داریم سال 2007 بار اولینه که ختم قرآن در این مسجد برگزار شد. تمام او کسایی که مسجد پر کردگی بدن، انسان‌های سراسیمه که نمازخوانی اینا از جهت رسم بود، از جهت تقلیدی به بابا و اجداداشون بود، نه از جهت حقیقت خداپرستی. همه از مسجد فرار کرده بودند و ایده کمی همین خانقاه پر میکرد و خانه دیگری رو چند صف دیگر در بیرون بودند. خلاص بار اول سال 2007 و وقتی که همون شب قدر که می شود، حضرت استاد به بنده زنگ زدن، سپارش دادن که تأخیر می شود، من حاضر شده نمی توانم، 4 پاره قرآن باید که بگذاری. 4 پاره قرآن قاریا قرائت میکنن، 4 پاره باید خوانده شود. من حاضر میشوم نمیشوم فرقی ندارد. گفتیم حضرت استاد اگر 4 پاره قرآن ما بخونیم، غیر از امو قاری و غیر از من یگان کس شاید در مسجد نمونه. گفت کارت نباشه، هیچ کس هم نمونه، هم خودت نگریست، خودت هم 4 پاره رکعتی هم قاری بخون. به عهده گرفتیم همین 2 رکعت بود، یک تراویحش 4 رکعت بود، در نماز خوندیم. گشتم عقیب نگاه کردم، سیله فوج آدم‌ها از مسجد خارج شدند. گفتیم اگه خدا خواهد تراویحه دیگه ده هیچ کس نمیمونه که تنها قطعی قاری نماز میخونیم. در تراویحه دیگه بود که رومونه میگردونیم که مسجد پر شده است. تراویحه سومش ده بود که خلق دیگر بیرون هم پر شدیند و خانقاه مسجد هم دیگر جای سوزن زنی نمانده است. همون قدر مردم به وجد می آیند که یک سخن خدا شود، یک امر معروف از حدیثهای گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شود، همه نعره تکبیر میگن. باور کنید تماما انتظار این چیزا نداشتیم. استاد ما هم در یک جای تراویح میخوانند و بعدا میگه به مسجد برم این چی حال داشته باشم مولا ابراهیم، و فکرم که خودش توقع همراه قاریه. خطی احکام دین داملا احکام دین میگه به نزد مسجد میرسیم، دیگر از فرط ماشین، از زیادتی ماشین هایی که در صحن مسجد ایستادگی هستند دیگر گذشته نمیشود. همین قدر صحن مسجد خانه ها پر از نمازخوان. در حقیقت هم ماه شریف رمضان و شب قدر به خود یک کشش دارد، انسان به سوی خودش جلب میکند. شخصی که یک ذره از ایمان در وجودش باشد، کسی که یک ذره محبت لا اله الا الله محمد رسول الله در وجودش باشد، البته که اون ایستاده قرار ایستاده نمیتونه، البته که او را کشیده به مسجد میاره، یا که شب دراز بیدار خوابی کرده نماز میخواند. نشانه ایمان ما همین است حاضرین عزیز. اما باید هشدار کنیم که ماه شریف، مسلمانی فقط در ماه شریف رمضان نیست، مسلمانی فقط در شب قدر نیست. و بنده باید که به خدای خودش انس داشته باشد. میان بنده و میان خداش باید که یک علاقه ناکندنی باشد. چقدر صحبت شیرینه که حضرت استاد کسایی که بدن دیروز نمودن در مسئله که خداوند متعال میفرماید این الذین آمنوا فإن الله مولا لهم و ان الکافرین لا مولا لهم. کسانی که حق تعالی میگه ایمان آوردگی هستند، مولای ایشان، صاحب ایشان، دوست ایشان، دستگیر ایشان پروردگار اونها هست. چقدر خدای بزرگی داریم.
در چی مشکلی بافتیم، چی دشمنی سرسختی خدازده و زوری که در بالای ما مستولی باشد، مادامی که خدا داشته باشیم به او نزدیک باشیم. بازم تأکید میکنم او به ما نزدیک است، ما خودمانه از او دور میکنیم. او ما را طلب میکند که من به شما نزدیک هستم، چرا ما خودمانه از او دور میکنیم؟ چرا ما خودمانه کنده میکنیم؟ نماز خوانی مونم روکی، ذکرها مونم روکی، قرآن شنوی و قرآن خوانی مونم روکی. آخی محبت وقتی که انس وقتی که واقعی باشد، یگان قوه مسلمانان را نمیتونه که پراکنده کنه. بزرگای خدا را بینید، یک نفر دنیا را چپگردون میکرد. تمام کافران نوح علیه السلام گفتن ای نوح تو دیوانه ای، گفتن ما به تو ایمان نمیاریم. حتی همسرش، حتی کنعانی گمراهی فرزندش ضد پدری خودش شدند. تمام عالم دشمن نوح بود. نوح بیچاره را دیوانه میگفتند. انسان وقتی که از هر طرف دیوانه و دیوانه کردن، گفتن چه حالتی پیدا میکند. بیچاره 950 سال با چه مشکلی ها، با چه مشقت ها، با چه دلسوزی ها پیغمبرای خدا نسبت قوم خودشون دلسوز هستند. نصیحتشون کرد، چی آشکارا چی پوشیده. سوره نوح ده انشاءالله وقتی که قاری قرائت کند، همین راز و نیاز و شکایت هایی که نوح به پروردگارش میکنه همش آمدگی است. ربی اینی دعوتهم لیلا و نهارا فلم تزیدهم دعایی الا فرارا و اینی کلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم و اصروا واستكبروا استکبارا. خدایا من اینا را آشکارا و پنهانی دعوت کردم. خدایا من اینا را به تنهایی و در میان جمعیت دعوت کردم. خدایا من اینا را نصیحت کردم. خدایا وقتی که من اینا را میفهماندم، دلایل عقلی و نقلی پیشنهاد میکردم، انگشتاشون در گوشهاشون مینهادن، لباسا را در سرشون میکشیدن که سخن نوح نشنویم. دیوانه است میگفتن. تمام عالم دشمنی او. وقتی که دل پیغمبر خدا ما با دست برداشته دعا کرد، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا گفت در روی زمین دیگر یگان کافری بدبخت نمان. پروردگارا دیگه اینا اصلاح نمیشوند. هر طفلی که از اینا پیدا میشود، کلان سالا کمونیستای بدبختی، پیر کمونیستایی که اینا مردنی ندارن، خدا زدا اینا را گمراه میکنن. این جوانا را خدایا اینا را سرنگون کن، نیست و نابود کن. به یک انسان دعا کرد، بر مقابل تمام عالم یک انسان سرنگون کرد. با دعای حضرت نوح آبخیزی جهانی شد. حتی یگان مخلوق خدا غیر از جفت دو گونه مخلوقان نجات یافتند. دیگه هم از زیر آب مان، همه هلاک شدند. تا این روزه نشانش خدای تعالی در کوه جودی، قطارکوهای عرارت نشانش به انسانیت عصر 21 نشان داد که ما چه قدرت هایی داریم. یک آبخیزی های اندکی که کشورهای ابرقدرت امریکا و دیگرها را به زانو افتانید. وقتی که بنده ای که محدوست خدا باشد دست ناامیدی به سوی درگاه خدا بیارد دعا کند، یک عالم ویران میکند. به یک دعای نوح بینه که تمام لشکر سرنگون شد. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک مرد خدا دوستی بود. حضرت عمر میگفت جنگ از شما، دعا کردن از فلان. صحابی پیغمبری خدا بود. وقتی که فارس ها لشکر اسلام مغلوب میکردن، نزدیک بود که فارس ها در بالای لشکر اسلام غالب شوند، این مرد خدا دست به سوی درگاه خدا برداشت. خدا یا گفت میدانی که آتش پرستا گمراهند. پروردگارا لشکر اسلام در بالای لشکر کفر غالب بگردان، دیار عجم، دیار فارس به اسلام منور گردان که انسانهای صاحب استعداد، گلهای سری سبد انسانیت از این زمین زده خارج شوند. چرا که این زمین حاصل خیز است. وقتی که به دعای یک صحابی پیغمبر خدا لشکر فارس تارومان شد و فارس اسلام آباد شد و از دیار فارس مردهای بزرگ به مانند مولوی و حافظ و سعدی و دیگرها که گلهای سری سبد انسانیت خارج شدند.
به دعای یک انسان. نکند 100,000 تیر و تبر آنچه یک پیرزن کند به سحر. ای بسا دعای نیزه عدو شکنان پاره گشت از دعای پیرزنان. به دعای یک پیرزنی که وقتی مظلوم باشد به درگاه خدا مراجعت کنند، خداوند یک ظالم یک دولت سرنگون میکند. چرا دعای ما و شما امروز اجابت نمی شود؟ دعاهامون هم روحکی است، نمازانمون هم روحکی شده است، اسلام هم روحکی شده است. از محبت خدا را محبت دنیا و محبت همه چیز در دل ما بیشتر است. از همه چیز میترسیم و از خدا نمیترسیم. از همه چیز میترسیم و از خدا نمیترسیم. بنابراین است که دیگر او عزت و شرافتی که مسلمانای ابتدایی داشتن ما و شما نداریم. بنابراین این علاقه که کنده شده است، این علاقه را برقرار کنی. تمام پیغمبرای خدا چی کسا بودن؟ اینا سفیرهای الهی بودن، سفیرهای الهی. پروردگار در روی زمین، سفارتخانه پروردگار در روی زمین انمی پیغمبرها بودن. وظیفه اینا چی بود؟ وظیفه پیغمبرها از چی عبارت است؟ وظیفه عالمایی که وارثای پیغمبرها هستند از چی عبارت است؟ حاضرین عزیز و شنونده های محترم، از آن عبارت است که میان بنده و خدا یک پیوند حاصل کنند. میان بنده و خدا، بنده های خدا را به خدا برسانن که هی بنده های خدا، او شما خدا داره در بالای سرتون، چرا از این خدا غافل شدگی هستی؟ همو قدر مهر و محبت دنیا، همو قدر مال و ثروت دنیا در دلهای شما غالب شد، همو قدر مهر و محبت وظیفه خدا زده در دلهای شما غالب شد که از ترس محروم شدن از دنیا، از ترس محروم شدن از وظیفه، از ترس محروم شدن از موقعیت و پول و ثروتی که داره، از خدا رو گردانده و بر ضد خدا مبارزه برده. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حق تعالی گفت نه چنین است، البته که شما آگاه میشوید. روزی میشود که شما پشیمان میشوید، اما پشیمانی سود ندارد. در همین پاره ابتدایی که قاری قرائت میکند، سوره زاریات، خداوند قصه های قومای گذشته را میاره. قصه نوح، قصه هود، قصه عاد، قصه قوم صالح، قصه قوم لوط، همش مردم همین سرکش بدبخت بودن. بعضی اینا پادشاهای بسیار سخت و با قوت در بالای سرشان داشتن، به مانند فرعون، به مانند شداد، پادشاهی سرسختی که میگفتن که ما پادشاهی روی زمینیم، دیگر کسی غیر از ما نیست. فرعونی که میگفت ای مردم مصر، غیر از شما دیگر، غیر از من یگان خدای دیگر من نمیبینم، من خدای شما هستم، از همه زورتر مادامی که من هستم خدای شما من هستم. به مانند نمرود ملعون، ابراهیم گفت خدای تو چی کسی هست؟ گفت خدای من کسی هست که انسان میمیرونه و جان میدهد. گفت منم این قدرت دارم، منم انسان جان میتم، انسان میمیرونم، بخواهم میکشمد، بخواهم زنده میمانم، منم این قدرت دارم. همین خیل پادشاهای ابر قدرت بدن، همین خیل قومی سرسختی خدا زده داشتن، به مانند قوم فرعون که از ترس فرعون، قوم فرعون نافرمانی حضرت موسی را کردند. از ترس نمرود قوم ابراهیم نافرمانی حضرت ابراهیم کردند. قوم لوط سرکش به مانند اینمی گیای عصر 21 بچه بازی و بچه به بچه و دختر به دختر می رسید، تماما از خدا رو گرداندگی بدن. دین این فناتیزم است. گفته این سخنان را می گفتن. خدای تعالی میگه همه اینا را ما نابود کردیم، همه شون سرنگون کردیم. چی کسی بود که به خدای تعالی چون و چرا داره؟ خدا را پرسید که برای چی نه هلاک کردی؟ تمام جنایت ها، تمام کارهایی که در روی زمین دیگر کس ها میکنن پرسپاس دارد، اما هر کاری که خدای تعالی کرد، اگر تمام روی زمین چپگردان کند، اگر تمام انسان ها را برده در دوزخ اندازد، هیچ کس حقی ندارد که با او چون و چرا کند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون.
هیچ کسی از او پرسیده نمیتواند، در صورتی که او از بنده های خودش میپرسد، از بنده های خودش طلب میکنه. حق تعالی همین قوم را برای ما مثال میاره که اینا را هلاک کردیم، شما از اینا زور نیستی. مگر دولت ابرقدرت امریکا از خدا زور است؟ اگر خدا بخواهد در یک آن واحد همون اقیانوس بلند میکنه، تمام کشور زیر آب میمونه، هلاک میشوند. یک شمال کتری میکشد، دولت ابرقدرت به زانو افتان تای اقیانوس میشکنه. مگر بریتانیا کبیرش از خدا زور است؟ بر یک طوفانی که میشود این خودش در بین دریا است، همش هلاک میکنه، زیر آب میشوند. هیچ کسی از خدا زور نیست. بنابراین همین خدای توانا داریم، همین قدر محب داریم، همین قدر برای خود مولا و صاحب داریم، با او باید که عبادت کنیم. باور کنید در پیش غیر خدا سر خم کردن، بندگی کردن نشانه پستی و خواری است. کسی که به غیر خدا سرش فرود آورد، تعظیم کرد، خودش خوار کرد، خواه انسان باشد. گده ها را نمیبینه چقدر خوار و ذلیل هستند، برای که از غیر خدا طلب میکنند. هر چیزی که باشد، آفتاب، ماهتاب، جرمهای آسمانی و آتش و بوت، لیکن بندگی به خدا این عزت میارد، انسان شریف میکنه. مولوی بندگی خدا را کرده، نامش هزارها سال هست که باقی ماند. محمد صلی الله علیه و سلم بندگی او را کرده، سردفتری تمام پیغمبرای روی انسانیت قرار گرفت. بنابراین بندگی او را کنه، قدر شما بلند شود، هم در دنیا و هم در قیامت. تمام بزرگایی که ما داریم، چه از تاجیکستان ما خارج شده است، به مانندی ایشان عبدالرحمن جان و دیگر اولیاء الله و دوستای خدا، چی مثال از ما پیشتر گذاشتن، همه بندگی خدا در به همون مرتبه رسیدن. همین خدا را، چون هر کسی، حضرت مولوی میگه، چون هر کسی در خور خود یار گزید از نیک و بد، ما را در این غایت که خود فانی کنیم از بحر لا. حضرت مولوی میگه هر کس به خیرای خودش یک یار انتخاب کرد. یک کس یار پول انتخاب کرد، یک کس یار منصب انتخاب کرد، هر کس یک چیزی را انتخاب کرد. ما را در این غایت که خود فانی کنیم از بحر لا، اما ما بنده های خدا، ما خودمان حیفی غیر خدا نمیکنیم. اینا خودشون چی کس هستند؟ روز یکی با بایزید همراه شد اندر ره، پس بایزیدش گفت چی پیشه گزیدی ای دغا؟ یک روز بایزید همراه یک انسان رهبره هم صحبت میشوند، میگه چی کسب داری؟ چی هنر داری؟ چی کار میکنی؟ گفتا که من خربنده ام. گفت من خرقتی باری مردم میکشونم، به مانند عربکشوی ما. خربنده ای که فقط هم حقیقتا هم بنده خرخ چکردگی بوده است، تماما از یاد خدای تعالی غافل، به مانند عربکشوی ما. 98% عربکشا و خوب با روزخر بودن این سال. دیگر انسانایی که بعضش نمازخوان هستند، باور کنی چند نفرش پوشیده روزهاش نمیخوردیان، آشکار نمیکردیان. همین روز فهمیدیم چندین آدم نمازخوان، چندین آدمای سالم و بقوت که مشت به دیوار بزنن، دیوار چپگردان میکنن، روزخور بدین. برای چی قیام روزت خوردی؟ برای چی عبدالقادر تو روزت خوردی؟ زور و اومد نتونستن. تو خدا زده، تو تیمم میشه، دو زن داری، تو یک ماه خوراک نخوری، روغنی تنت میرسه به تو، خیرسی زمستانی برای همون روغنی تنت بسه برای تو چی خیلی طاقت نداری؟ میمردی اگر روزه میگرفتی. تو بچه برای چی روزت خوردی؟ من بار میکشم، داملو عروبه کشی میکنم، بار میکشم. تا نیمروزی را کار میکردی، ای گشنگی را میمردی. برای چی اونا رفیق تا بگه هم میگه کار میکنم، بار میکشم، نمورد، 30 سالش به جای رسیده است، بچه یوش میمردی.
برای چی اینا روزه گرفتن نتونستن؟ شما گمان میبره که جسم اینا ضعیف بود، تنشان ضعیف بود، قوتی روزه گرفتن نتونستن کرده. چرا کودکی صنف 1-2 روزه گرفتن میتونست است و این خدازده پهلوان جوسه روزه گرفتن نمیتونست است؟ برای روزه گرفتن طاقت کردن در کار، جوان مردی در کار. بازم تاکید میکنم دینداری کاری هر کس نیست. ما درباره محبت خدا و بنده صحبت میکنیم که بنده باید که به خدای خودش علاقه برپا کند. آخه خدای بزرگ، خدای توانا راضی نیست که هر کوچگرد فیسین و رهرین گفتی مردم چخ پران به او رابطه داشتگی باشد. اذکر الله کاری هر اوباش نیست، حضرت مولوی گفت. بنابراین آگاه باشه حاضرای عزیز و او به نمازه و به روزه ها و به توفیقات برسانه که اذکر الله کاری هر اوباش نیست. به خدای تعالی راز نیاز کردن کاری هر کس نیست، کاری بزرگ در کار. برای این کار خدای توانایی که تمام عالم در قبضه قدرت اوست، خدایی که زمین و آسمان و ملائکه های بزرگ از ترس او لرزه در اندامشان دارند، از او میترسند. کاری هر فیسین و رهرین است که با او علاقه برپا کند و با او راز نیاز کند. اذکر الله کاری هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. آنه که خدای تعالی میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفس آرام گیرنده، برگرد بیا به سوی پروردگارت، تو از او راضی، او هم از تو راضی شده. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس داخل شو در زمره بندگان رستگار من، پس داخل شو به جنتی من، به جنتی زیبای من. این خطاب ارجعی بر پای هر قلاش نیست، برای هر کوچگرد نیست. این خطاب پروردگار این برای مردها هست، برای شیر مردها هست، گفته حضرت استاد. بنابراین دوملا ابراهیم در مسجد هست، دل مو پر گاه یوان میریم، گاه قرغن میریم، دنیا را چکر زده گشتیم. واقعا وقتی نمازم شده است الحمدلله امروز میبینم شیر مردا از گوشه و اطراف و اکناف به مسجد ما آمدین تا اینکه در ختم قرآن در شب قدر 4 پاره از قرآن ختم کرده و انشاءالله اولا خدا را خشنود سازن از خود، بعدا روح حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم و ارواح جمیع گذشتگان ما و روح ارواحی که از ما امید دعا دارند، همه انشاءالله در این شب شاد و مسرور و خشنود و راضی‌اند. و نهایت ملائکه های خدا اطراف ما را احاطه کردیان، بالامون با پرده رحمت پوشاندیان. نباشه در ساعت 9:25 9:30 نه در راه اومده است، بعضی بچه‌ها گذشته استیان، بچه گفتم یا کجا میرفته باشن؟ نماز میرفته باشن. حضرت قبله‌گاهی پدر دوملا احکام الدین همینجا خطیب ایوالی ایشان عطام‌الدین در مسجد اومده است، گفت یا با فکر نمازش را خوندن بود کردن که خودش رفته استیان. شما حالی سر نکرده این مردکا الک چخونو نماز بود کردن خفا گشتن خونه‌ش رفته استیان. اما ان شاء الله نماز اک شروع میکنیم با اذن پروردگار. این شب برای امت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم، خاصتا برای نمازگزارای مسجد ما مبارک گردان. پروردگار را مساعدت فرما که با شهامت با متانت ختم قرآن عظیم شان را انجام داده و به ارواح گذشته هامون بخشیم. و در این شب خداوند به خاطر عبادتی که میکنیم گناههای ما قبلی ما را مورد رحمت و مغفرت قرار ده. پروردگار را اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان برحمتک یا ارحم الراحمین. خوریکو بچه‌ها به آواز صفاتون را درست کنی به انگشت. با نیت باشید.
سلیمان مومین جان ده خوری بچه های که بیای پیش بگذاره باشه اگر هم راه شو بتیم بچه ها کجا ده شما خیلی خودم بگی با پیدوشگر شده نشده خودم بگی بسی هم چی بکنم همچی جسو با ترقامی بد نگیره شو باشه گیمناستش کن الحمد لله وقت چی سوروهای تلاوت شده روزی من شما رو نمیدونم اگر چندی در قول عرب متوجه شدم اما چنان راحتی کردم زیرا در بوستانهای جنت چرخ میزنیم در بوستانهای جنت تفرج بکنیم از یک سوره بزرگ و سوره دیگر از یک باغ جنت و باغ دیگر قسم به خدا چنان نعمتی هست گوش دادن قرآن عظیم الشان از زبان خالی قرآن و آن هم در نماز که قرائت در آن فرض است از این خاطر من میخوام درباره بزرگی قرآن با شما صحبت کنم بعضی آیاتی که البته در اینجا برو میبر بودی واقعا ببینید از دوستان زاریات و دوستان حدید و نمیدونم رحمان و چه سوروهای بزرگی از یک تماشا کرده و سیر کرده و سیاحت کرده و ما و شما و پیش رفته ایستاده ایم و پیش رفته کجا و آخر قرآن که آخر قرآن جنت المأوا پس بیایید درباره بزرگی قرآن با شما صحبت کنیم قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد قرآنی که واقعا بزرگترین پیام خداوندی به بنی بشر است قرآنی که آخرین پیام خدا به بندگانش است قرآنی که او از سینه بزرگ محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد قرآنی که در عصر 2021 معجزه‌های ابدی او آشکار شدند تا به حال عالم عالمان دنیا همه در تعجب و در حیرت هستند از این قرآن بزرگ سوره رحمان را تلاوت می‌کنید شما بخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان خدای بزرگ میگوید روانه کرد فرستاد دو بحر در مقابل همدیگر یک بحر به مقابل بحر دیگر اما در میانه این دو بحر یک پرده کشیده شده است بینهما برزخ یا برزخ است یک پرده است که لا یبغیان یکی در دیگرش آویخته نمیشه یکی از دیگرش دور است بینهما برزخ لا یبغیان پس بطلان از نعمتهای پروردگار رو شما ای انسانها و ای جنها شبه میکنید تمام نعمت پروردگار رو شما انکار میکنید در عصر 20 در یونان بسیار معروف و مشهور زندگی میکرد اگر مردمی که تلویزیون تماشا میکردن یا داشته باشند یک برنامه به نام پرواز در عروسه یک کمر دوستا تماشا میکردید انشاءالله میدونم شما هم زیرک اهل فهم با سواد هستید ژان کوستا یکی از عالمای بحرنورد یکی از بزرگترین عالمای معاصر است در عصر 20
هنگامی تحقیق در گروهگاه گیبرالتر، گروهگاه جبرالطریق معاینات مشاهده کرد که در هنگام طوفان آب اقیانوس اتلانتیک و بحر میانزمین می‌دارد. بعد می‌شود که در هنگام طوفان ده‌ها و صدها کیلومتر موج‌های اقیانوس در بحر می‌رود. اقیانوس اتلانتیک یکی از اقیانوس‌های طوفان‌ترین است. اما طوفان‌هایی که در چندی و خراب و بارندگاه در درش باشد اساساً از همین اتلانتیک می‌آید. اما مشاهده کرد که آبی آب اقیانوس و آب بحر آمیخته نمی‌شود. آب اقیانوس نسبت به آب بحر کمتر است. آب اقیانوس سبزتر است، آب بحر کمتر. حتی در آب وقتی اندازه کرد نمکش فرق می‌کند. نمک بحر از نمک اقیانوس متفاوت است. ماهی‌هاش فرق می‌کند. کدام خبر رو می‌گیرد که او اگر 100 نمود آب ریزی همش به هم دیگر آمیخته می‌شود. اما صدها کیلومتر آب اقیانوس در بحر میانزمین می‌گوید و آمیخته نمی‌شود. ماهی‌هاش فرق می‌کند. حرارت آب چند درجه فرق می‌کند. رنگ آب فرق می‌کند. این موضوع در تعجب موضوع‌ها را شدت باشد. چه دیگر باشد؟ وقتی که آمد در فرانسه، اصلا من شهروند فرانسه است. در یکی از سخنرانی‌هاش گفت عجیب یک چیزی را مشاهده کردم در همین گروهگاه بین اقیانوس اتلانتیک و بحر میانزمین. یکی از مسلمان‌های فرانسه افزایش گفت یک روز چیزی تعجب است. خداوند 1400 سال قبل از این در قرآنش بیان کرده است مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو بحر متقابل همدیگر می‌جوشند، در بینشون پرده‌ای است که به همدیگر آمیخته نشوند. زبان قرآن عظیم‌الشان و زبان‌های اروپایی از همه پیشتر و زبان فرانسوی ترجمه شده است. از همه پیشتر. وقتی که ترجمه فرانسوی قرآن استاد افتخان همون را مشاهده کرد، از بس که در ترجمه دیده بود گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. همین مرد بزرگوار 2 سال قبل از وفاتش مسلمان شد. این خدای تعالی بنده را مثل او را ببینه، یک عمل در کفر، یک عمل در بیخبری و نگاه. شاید ماتریالیست بود. معلوم است که ماتریالیست بود. این طبیعت شناسا اکثرش ماتریالیست و دروینیست هستند. اما خداوند این دوستش نگوش است، حقیقت طلب دیده است، در آخر عمرش باید کرد با یک کشفیات قرآن. اما کشفیات قرآن ما و شما در هنگام تلاوت ایشان قاری هنگام مطالعه کرده و گذشته. سوره حدید، در ضمن سوره حدید ایشان قاری تلاوت کرد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. ما حدید نازل کردیم، ما آهن فروش فرستادیم که در آهن یک قوت بسیار عظیم نهفته است و منفعت‌های زیادی از برای مردم می‌دهد. همین مسئله انزال نازل ساختن حدید برای مفسران یک معمای بود. از همین خاطر بعضی‌ها تعبیر کردند. حتی اصلا در زبان عربی انزال نازل ساختن چیزی را از بالا و پایین فرستادن است. مثلا خداوند باران می‌فرستد، برق می‌فرستد، اما آهن از ترکیب زمین است. حیران می‌شدند که چه خدای بالا آهن انزال کرده است، آهن از بالا و پایین فرستاده است. همین را نمی‌فهمید. حتی مثلا وقتی که تفسیر طبری یا دیگر تفسیرهای مکمل و معتبر را ببینیم، میگن که خداوند وقتی که آدم علیه السلام به زمین نازل کرد، همراهش بعضی اشیای آهنی را فرستاد. از جمله پخت و سندان و انبر و مثل همین چیزهای آهنی، سوزن، همراهش از جنت آورده است. پس وقتی خداوند میگه که ما حدید یعنی آهن نازل کردیم، غرض همون پختی هست که با آدم علیه السلام آورده، همون سوزنی هست که با آدم علیه السلام آورده. همون روزیه جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. تمام علم در قرآن عظیم شان هست، اما افهام مردم، فهم تصور و تفکر مردم از آن کوتاه است. تا انسان در تجربه چیزی را نبیند عقلش نمی‌گذرد.
اگر پوستو در تجربه نمیدید از کجا عقلش میگیری و یک سوال در اولاد بحرمی میکنه. در اصل بی ثابت شد که واقعا آهن جسم زمین نیست. زمین خلقی ندارد در ترکیب خودش یک اشیایی مثل آهن پیدا کنه. حقیقتا آهن از دیگر سیاره ها آمده است. میتئوریت نگاه شنیده یا جیم‌های غیر زمینی که از آسمان میآیند در طول عصرهای متفرقه به زمین آمده و همین آهن برخورده است. حالی همون جاهایی که خانه‌های آهن است یک زمان میتئوریت‌های بسیار کلان آمده بودند. زیرا برای حاصل شدن آهن میلیون‌ها گرم سنت آذین است. در زمین دیگه حرارت نیست. پس همون انزال آهنی که خدای تعالی در قرآن گفت در اصل 20 آشکار شد که واقعا آهن خدای تعالی در زمین فرستاده است. این نعمت برای بندگانش فرستاده است. از این گذشته حدید سورة الحدید اگر الحدید ما با حساب ابجد بزنید شما معجزات تعالی را تفکر کنید. الحدید الف یا لام سین حساب کنید 57 میشه. 57 روی ها 8 است، دال 4 یا 10 باید بودید یا باید شوید جمع شد 57. سوره حدید سوره 57 قرآن عظیم شان. اگر سوره یکم فاتحه باشد، سوره دیگر بقره باشد، ما با ترتیب مدرسه می‌کنیم. همین سوره 57 قرآن عظیم شان سوره الحدید است. از این گذشته کلمه حدید به الف لام می‌گوییم. آهن حدید عربی 26 میشه و 25 حدید 26 ها 8 دال 4 11 22 و یک شوریدن هم 26 تبلیغ داوری مندلی ببینید. در تبلیغ داوری مندلی فرم آهن عدد داوریش 26 است. مندلی با سوال کرده کتابی تبلیغ داوری رو گرفتی اون شب در خواب میده. شب در خواب دیگه باید تیزه کشید. در خواب مستوار شد ببینید این همه با الهامات است. ببینید قرآن سرگذر همه معجزه است، همه بزرگی است. افسوس سر افسوس که طبعا مرتب یک قرآن از مشاعر قرآن بزرگی نرسید. نقش قرآن تا در این عالم میشه است. نقش‌های کامل و پاپاشید است. نقش قرآن تا در این عالم میشه است. نقش‌های کامل و پاپاشید است. اندرو تدبیرهای غرب شرق سرعتی اندیشه پیدا کن چه برق حکمتی اشیا فرانگیزات نیست. اصل آن جز لذت ایجاد نیست. آموختن طبیعت که باعث پیشرفتن علم تکنیک فرهنگ شد اروپا شد عنوان فرهنگ نیست برادران. نیک اگر دین مسلمان زاده است این گوهر از دست ما افتاده است. اگر شما تاریخ نظر کنه ریشه همه ای از اسلام است. این گوهر ما بود که مفرداتیمش اروپایا گریتن شد حاصلش همه بردارن. چند عرب اندر اروپا قرد شد این وقت حکمت را بیان دیگر می‌ها. وقتی که مسلمان ها به اروپا رفتن اسپانیا را گرفتن. اسپانیا را که گرفتن می‌دونه شما اسپانیا سال چند از جامعه مسلمان ها فتح شد. مطلب بگیرید نشون را تحقیق بگیرید بچه ها بخونید همین رو چون مهمه فراموش نکنید. سال 91 هجری معادل به سال 743 میلادی در سال 743 در زمان خلافت ولی ابن عبدالملک ابن مروان طارق ابن زیاد با لشکر 12,000 نفره گروگان جبرالتر را گذشتن خنگره و ملک اندلوسی را ضبط کرد. این بچه ما برای شما چه قیصه ها کرده بود در روز جمعه. سبحان الله باوجده مسلمان ها چی بوده در اسپانیا دولت داشتن؟ چقدر؟ همه 800 سال از دیگر 806 سال 806
ببینید 6 نفر توی 6 طبقه عمره 86 سال مسلمانان برای اسپانیا مسلح بودند. دولت اسلامی رو در اسپانیا ترقیات اروپا سرچشمه‌اش همه شدن اسپانیا شروع شده است. رنسانس اروپا، احیای اروپا که اینقدر تاریخ توصیف کردن سرچشمه‌اش از اسلام است. زیرا اساسگذار رنسانس اروپا روجر بیکون انگلیس در اندلس اومده، در کردوبا در خلطورا تعلیم علم گرفته مدرسه اسلامی را تمام کرده است. همین را اصول تجربی را پیشنهاد کرده علم دانش اروپایی قدر پیش رفت متاسفانه ما خطا زدیم. چند عرب اندر اروپا فرق شد، علم و حکمت را بنا دیگر نما دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. امروز حتی نشان شده نظر دارید اسلام علم و دانه را ایسر یا زده گرفتن در کار، خواندن در کار، تعلیم گرفتن در کار. اما در کار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حکمت زاده مؤمن است، حکمت مؤمن گم کرده در هر کجای که باید بگیرش. پس باید طلب کنید، باید صاحب علم باشه، باید صاحب تفکر باشه، باید جوانای ما دانشمند باشند، با فراست و با عقل باشند. در هر کجا نام مسلمان را میگن در قلب بودن عالم است، این دانشمند است، این باسواد است، از جهلا نیست. در همین صورت انشاءالله ما میتوانیم که احکام شریعت، احکام قرآن در حیات تطبیق کنیم. ما میتونیم همون سیادت و قیادتی را که خدای بزرگ از برای پیشگذشته‌های ما، از برای صحابگان پیغمبر، تابعین، تبع تابعین و قرن‌های بعدی بزرگ اسلام عطا کردند، باز از نو و ما در بالا می‌دهد.